سلام علیکم، انشالله که بس نیستیم. خب بله آقا، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. از اونجایی که از ولاگ قبلی خیلی حمایت شد و دوستش داشتید، اومدم با خودم فکر کردم که چرا همیشه باید از روزایی که میرم دانشگاه ولاگ بگیرم، چرا از روزای تعطیل بیشتر ولاگ نگیرم. باهاتم تصمیم گرفتم که امروز یه روز جمعه است و با هم دیگه ولاگ بگیریم. دیدید یه روز بارونی هستش، خیلی برنامه‌های دیگه داشتم ولی خب از اونجایی که چیز شد، یعنی بارون اومد و من هیچ لباس گرمی ندارم که بریم بیرون، فعلا برنامه بیرون رفتن کنسل. تا ببینیم ادامه رو با همراه باشید. کانال تو سابسکرایب هم یادتون نره، لایک بدم. خب بچه‌ها، تو دو لیستی که می‌خواستم نوشتم تموم شد، ولی حالا اومدم بهتون بگم که تو دو لیست نوشتن چه فایده داره. ببین بچه‌ها، خیلی از ما اینجوری هستیم که اوکی کاری که میخواد تو طول روز انجام بدیم تو ذهنمون نگه می‌داریم، میگیم اوکی ذهن من دیگه همه چیز رو یادش میمونه، همه کاری رو یادش میمونه که باید انجام بدم و دیگه نیاز به نوشتن نیست. این نوشتن رو بابا سوسول بازیه، من جدید اومدم فقط میخوام کلاس بذارم. ولی بهتون میگم که وقتی شما کاری که میخواید تو طول روز انجام میدید از مغزتون در میارید و تیپس می‌ریزید توی کاغذ، چند تا خوبی داره که باعث میشه بهش برسید. یک، اون قسمت از مغزتون که همش باید یادش بمونه اوکی چه کاری انجام بدم، الان باید چه کاری انجام بدم، این قسمت خالی میشه. خب یعنی مغزتون آزادتره، میتونید به کارهای جدیدتر فکر کنید، خلاقیتتون بیشتر میشه. دو، اون استرسی که نکنه این کاری انجام ندم، نکنه وای اینو همش، اون استرس کمتر میشه و وقتی استرستون کمتر بشه شما بازده بالاتری دارید. پس احتمال فراموش کردن اون کاری که باید انجام بدید کمتر میشه. خیلی هم شده خواستیم یه کاری انجام بدیم، تو ذهنمون هم بوده که انجام بدیم ولی آخرش یادمون رفته. پس من بهتون پیشنهاد میدم که حتما یه دونه تو لیست بگیرید، یا اگر نخواستید بگیرید خیلی راحت تو دفترتون درست کنید. یعنی این مربایی که اینجا می‌بینید و همینا رو اینم بیارید و خیلی راحت یه دونه تو لیست برای خودت درست کنید. که این الان برای امروز، دیروز، روز قبلش همینطوری من تا 1 ماه و نیم 2 ماه میتونم برم بدونی که حتی 1 روز افتاده باشه من تو این مدت آنفولانزا گرفتم، به خاطر اون کمردردی که داشتم استراحت مطلق بودم. ولی خب با این حال تو دو لیست هم داشتم، حتی شده 2 تا کارم بنویسید که فقط به نوشتن تو دو لیست عادت کنید. وقتی عادت کنید دیگه متوجه میشید که اصلا بدون تو دو لیست نمیتونید زندگی کنید. بچه‌ها، بعد از گشتنای زیاد بالاخره یه دونه صبحونه خوری پیدا کردیم که الان باز ساعت 6 صبح روز جمعه و میخوام برم صبحونه بخورم و نمیخوام کسی بفهمه. پس بیام با ما همراه بشید بریم صبحونه خوریم. بچه اون اگر ببینید همون امیر شقماقیه که خیلیاتون یزد و فقط به اون میشناسیدش. چه بارونی گرفته، ولی خب بریم ببینیم میتونیم غذا گیر بیاریم یا نه. بچه اینجا رو دارید میبینید تقریبا رسیدیم امیر شقماق و بعد این گوش هم همش مغازه قدیمی و اینا هستش. بعد الان دنبال اون جایی هستم که باید بریم بازارچه سراج. دارید میبینید اینا مثلا بازارچه های مختلفیه. بچه باز بود.
بچه ها هر چی از قشنگی اینجا میگم که هم گفتم خیلی قشنگه، وایب خوبی داره اصلا. تازه امروز تعطیله، روزایی که حالا شروع هستش و مردم اصلا مغازه باز هستن اصلا کلا یه حال هوای دیگه ای داره. تو فکرم زده که بیام یه دونه تور یزدگردی براتون بذارم، همین مناطق قدیمی یزد اینا رو. اگر دوست دارید قسمت کامنت ها بگید یه دونه تور یزدگردی بذارم براتون، کل جای تاریخی یزد رو بهتون نشون بدم. خیلی امروز وایبش خوب بود. نون بگیریم برای خانواده. خب آقا من برگشتم، یه خورده نشستم با خانواده اونا صحبت کردیم و الان دیگه بریم سراغ درس خوندن. بریم یه چند تا پارت درس خوندن بزنیم تو کانال تلگرام، آدیشن زیر میاد من پارت رو بذارم بشینیم با بچه‌ها با هم درس بکنیم. اگه دوست داری که این پارت رو با هم درس بخونیم و دوست داری یه خورده حالا یه خورده یه سال درس خوندن بیشتر بشه، تو کانال تلگرام اونجا با هم دیگه هم صحبت کنیم، همچنین پارت مطالعه بذارم و دوستتون دارم. بریم سراغ ادامه ولاگ. تا اینجا خوشتون اومده یا نه دست تو کامنت بکن. خب موقع ادیت گفتم شاید براتون سوال پیش بیاد که الان دارم چیکار میکنم، چرا قدر راه میرم و اینا. خواستم بهتون بگم که من معمولا بعد از اینکه یه درس رو کامل خوندم، نه اینکه وسط کارو، وقتی یه درس رو کامل خوندم و یک بار مرور کردم بلند میشم، خیلی ساده انگار که دارم برای کسی ارائه میدم، بلند میشم راه میرم و حالا سعی میکنم از اون خلاصه‌ای که خودم نوشتم یه ذره استفاده کنم و یه ارائه‌ای رو میدم. اینکه راه بری و اینجوری ارائه بدی، یک سری مقالات خوندم که نوشته بود که خیلی توی تثبیت یادگیری تأثیر داره، پس اگر خواستید انجامش بدید حتما. خب بچه همونطوری که میبینید من 4 تا نیم ساعت یعنی 2 ساعت درسمو خوندم با فاصله نیم ساعت 5 دقیقه و الان وقتی یه دونه استراحت طولانی هستش، استراحت 15 دقیقه. بریم و بیایم تا ادامه درسمون رو بخونیم. آقا چه خبر؟ چطوری؟ چیکار می‌کنی؟ میگم که تا اینجا ولاگ خوشت اومده یا نه؟ اگه تا الان لایک نکردی یه لایکی بزن، بعدم بگو که تو چیکار می‌کنی روزهای تعطیل تو، روزهای تحصیل خود رو چی کنید می‌گذرونید. ببین تو قسمت کامنت‌ها بریم سراغ ادامه ولاگ. الان ساعت چنده؟ نمیدونم ساعت چنده، فکر کنم 3:30 بریم سراغ درس خوندن، یه خورده درس بخونیم بعدش بریم زخم کاری ببینیم. آره خب بچه من مثل صبح که اومده بودم پارت گذاشتم، برای عصرم پارت گذاشتم، 4 تا پارت نیم ساعته. بازم به صورت پومود رو بریم بخونیم ببینیم که چی میشه. خب بچه تا الان بخوام یه دونه اعلام وضعیت بهتون میگم. الان ساعت 6:30 هستش، 1 ساعت و نیمی با بچه یوتیوب نشستیم صحبت کردیم، کلی ایده دادیم، منتظر ویدیو باشید. من چنل بچه‌ها رو تو قسمت دیسکریپشن میذارم، اگر نداریش رو حتما بچه‌ها رو دنبال کنید. خیلی کارهای خفنی دارم و قراره یه در گوشی بهتون میگم که قراره خیلی کار خفنی به صورت با هم دیگه بدیم
برنامه‌ام جا موندم، قشنگ 2 ساعت یا برنامه‌ام جا موندم، یه ذرم خواب رفتم، اینو میخوام بگم یه ذرم خواب رفتم در حد نیم ساعت 20 دقیقه. ولی الان ببینیم که باید چیکار کنم، یه خورده برنامه به هم ریخته، یه خورده تایمر رو جابجا کنم تا بتونم برنامه‌ام درست بشه. بریم. خب بچه دیگه رسیدیم به آخر ولاگ. من بعد از دیدن زخم‌کار یه خورده درس خوندم، بعدش هم یه شامی خوردم و الان دیگه اومدم من بخوابم. خواستم بگم که مرسی که امروز با من بودید، مرسی که تا آخر ویدیو اومدی و دیدی. حتما نظرتو تو قسم کامنت برام بنویس. اگر 1 ثانیه فقط وقت بذاری ویدیو رو لایک کنی که خیلی دمت گرمه، چون به بیشتر دیده شدن ویدیو من کمک میکنی. و اگر کانال منم ساب نهری ساب کن. در تو اینکه تور یزگردی هم براتون بگیرم، حتما نظرتون رو بگیر. و اینکه آره دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.